خانواده عزیز سلام، وقتتون بخیر. 4 تا اشتباه ممکنه خانواده‌ها در ارتباط و ورزش کودکان مرتکب بشن. من میخوام به اینها اشاره بکنم. اولین اشتباهشون اینه که فکر میکنن هرچی کودکشون زودتر وارد رشته‌های تخصصی بشه زودتر میتونه به قهرمانی برسه. ولی این تفکر اشتباهه. ورود زود هنگام بچه‌ها به باشگاه و رشته‌های تخصصی ممکنه باعث آسیب‌های ذهنی و روانی و آسیب‌های جسمانی به اونها بشه. دومین اشتباهی که وجود داره اینه که فکر می‌کنن اگه کودکشون رو بزنن رشته‌های ژیمناستیک میتونه باعث کوتاهی قد اونها یا برای دختران یه سری آسیب‌ها به همراه داشته باشه. ولی اگر مربی متخصص باشه و آگاه باشه، نه تنها براشون ضرر نداره بلکه میتونه براشون فواید زیادی رو به همراه داشته باشه. اما سومین اشتباهی که وجود داره اینه که فکر میکنن اگه بچه‌شون رو فوتبال یا والیبال بذارن میتونه باعث بلند شدن قد کودک بشه. این هم باز اشتباهه. معمولا اونهایی که قد بلندن میرن بسکتبال یا والیبال، ولی بلند شدن قد معلول اون رشته ها نیست. چهارمین اشتباهی که میکنن خانواده ها اینه که ناراحت میشن از این که وقتی بچهشون وارد یه رشته میشه 1 ماه میره 2 ماه میره و رشته رو رها میکنه به خاطر اینکه علاقه نداره و میره رشته جدید رو تجربه کنه. این هم اشتباهه و نباید ناراحت بشن. بچه‌ها با شرکت کردنشون تو رشته‌های مختلف باعث میشه که ذخایر حرکتیشون توسعه پیدا بکنه و اون علاقه‌مندی که دارن رو پیدا بکنن، بتونن در آینده اون رو ادامه بدن و بهتون آرزوی موفقیت دارم.